به روز 27 از چالش مبارزه با کمالگرایی خوش اومدین. من ساحلی هستم، روان درمانگر، و امروز میخوایم تمام تمرکزمون رو بذاریم روی درمان تله تایید طلبی. این تایید طلبیه ریشه هایی داره در وجود ما که در جلسه قبل مفصل بهش پرداختیم. امروز میخوایم ببینیم که چطور میتونیم این رو درمانش بکنیم. یعنی به عبارتی بیایم ببینیم حالا برای حل این مسئله چه میتوان کرد. خب بر این اساس چیزی که میتونم به شما بگم اینه که وقتی که ما با یک طرحواره طرف هستیم، با یک انگار موجود زنده طرفیم که خودش رو ارتقا میده، هدف داره، برنامه داره، اعتقاداتی داره توی سر ما. پس داری با یک چیزی چالش میکنی، داری با یک چیزی مواجه میشی. پس ببین اون وقتی هدف داره، برنامه داره، نقشه داره، اعتقاداتی داره، تو هم باید هدف داشته باشی، برنامه داشته باشی، نقشه داشته باشی، اعتقاداتی داشته باشی. چه هدفهایی باید داشته باشی برای درمان تله تایید طلبی؟ خب با من همراه باشین تا با هم دیگه هدف گذاری بکنیم و بعد برسیم به درمان. ببینیم هدفات چی هن. ما داریم بر اساس کتاب طرحواره درمانی جفری یانگ و ژان کولسکو و مارجوری ویشار کار میکنیم. خب یعنی یک کتاب بسیار معتبر، ولی چون این کتاب ها مخصوص درمانگرها نوشته شده و حتی درمانگرها هم باید 10 سال 15 سال تجربه داشته باشن، خوب درس خونده باشن، خوب با شرایط وقف پیدا کرده باشن تا ببینن که این چیه. در واقع این کتاب اینقدریه که اینقدر اینو خلاصش کردن. حالا ما با هم دیگه میریم جلو. من برای شما تفسیرهای انجام میدم که براتون واضح تر بشه. اینجا براتون جلسه تفسیر قرآن داریم. خب بریم جلو. هدف اصلی درمان این است که بیماران دارای طرحواره تایید طلبی، پذیرش جویی، اینا بفهمن که یک خویشتن واقعی دارن و یک خویشتن غلط. ببین یک خویشتن واقعی داریم، یک خویشتن غلط. این فرق میکنه، اینو باید بفهمیم. و این دوتا با هم دیگه تفاوت بسیار زیادی دارن. خویشتن غلط دنبال جلب توجه از بیرونه. اوکی؟ یعنی هر بار دیدی که داری از بیرون دنبال تایید میگردی، بدون که اون خویشتن غلطه داره کار میکنه و اون اصلا چی میگن؟ واقعی نیست. حالا میگن غلط، مثلا اونا میگن فالس، ما میگیم غلط، ولی این غلطه یکم معنایی تفاوت داره. خب این غلط به معنای اشتباه نیست، خب این به معنای غیر واقعیه. یعنی اصلا این خود شما نیست، این به شما تحمیل شده. به شما ممکنه تحمیل شده باشه که باید زیبا باشین، باید نمرتون 20 باشه، باید پرستیژ شغلی داشته باشی، وگرنه حق نداری شاد و خوشحال باشی. چون شاد و خوشحال بودن ربطی به این چیزا واقعا نداره. چرا نداره؟ چون ما پژوهش علمی داریم که شاخصهای خوشبختی مثل پول، مثل ازدواج خوب، مثل سلامت، اینا خب میشه گفتش که خیلی ضروریه دیگه برای اینکه آدم خوشحال و خوشبخت باشه. و دیدن که خب مثلا تو اروپا، تو این کشور اینقدر، تو آمریکا بیشتره. بعد از یه مدتی اومدن اون پژوهش رو توی هند زدن، دیدن که اینا هم خوشبختن، اینا که پول ندارن، اینا که هیچی ندارن. ولذا اینجوری نیست که ما بیایم بگیم که مثلا آها من حتما باید پول داشته باشم، حتما باید خونه، منزلت فلان داشته باشم. نه، یه فقیر میتونه در یک روستایی در هند باشه، 6 تا بچه هم بیاره، کشاورزی هم بکنه، هیچی هم از این دنیا نفهمه و شاد و خوش و خرم زندگیش رو بکنه. البته هیچی نفهمه شاید اینجوری بد برداشت بشه که مثلا آدم نادان و جاهلیه. نه، اتفاقا درس‌های زندگی داره که خیلی هم قشنگه، ولی پول و ثروت و علم نداره به اون صورت. پس این توهم که به ما دادن که آقا باید تو اینو 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 داشته باشی، معیار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 رو برای من تیک بزن که من تو رو تایید بکنم در جامعه، بعد حس خوب داشته باش.
بعد اون حس خوب هم بیاد نمیدونی که تا آخر عمر میمونه. نه عزیز من، این نیست. شما اگه خیشتن واقعیت رو پیدا بکنی اون موقع میتونی بر اساس اون هدف گذاری بکنی، برنامه‌ریزی بکنی و هر چقدر که پیش بری یک رضایت خوب و با کیفیت دائمی به دست میاری. بنابراین کاری که آنها میکنند این است که جلب توجه و پذیرش جویی را در اولویت قرار میدهند و هیجانها و استعدادهای طبیعی خود را قربانی میکنند. مهم نیست من میخوام برم پزشکی بخونم، مهم نیست. خب من میخوام برم مثلا هنرمند بشم، آرتیست بشم، مهم نیست. مهم اینه که پول به دست بیارم، مهم اینه که نمرم بالا باشه، مهم اینه که مشاور مدرسه چی گفته، اون بیشتر میفهمه، من چه میدونم ازدواج میخوام بکنم، این که من این آدمو دوست دارم، نه اصلا مهم نیست. مهم نیست. این عیب زشت من با این ازدواج، زیباییش از من کمتره. اینا خونهشون ماشین ندارن، اینا خانوادهشون خونه از خودشون ندارن، اجاره نشینن، زشته، عیبه، بیا من با این ازدواج نکنم. تایید طلبی بیچاره میکنه آدمو و نمیذاره که آدم با اون هیجان واقعیش، اون استعداد واقعیش پیش بره. خب و طرف میگه میخوام برم ورزشکار بشم، تو ورزش پول نیست، ولش کن. یعنی چی باخه؟ اینجاست که به هر حال کسی که دگر جهتمنده از بیرون میخواد تایید بگیره بدبخت میشه، بیچاره میشه. حالا سوال اینه که آیا ممکنه موفق بشه؟ بله موفق میشه، ولی خوشحال نمیشه. یه جور نارضایتی عمیق درونی همیشه تو وجودش میمونه. خب بریم جلو. نیازهای هیجانی که بسیار ضروری هستند در این افراد ارضا نشده است، زیرا خیشتن واقعی آنها سرکوب شده است و جلب توجه در زندگی آنها اولویت اصلیشان بوده است و این چیزی است که باید تغییر کند. در مقایسه با ابراز عقیده و طبق خیشتن واقعی عمل کردن، این بیماران جلب توجه دیگران را ترجیح میدهند و تنها راه رضایت رو همین میدونن که رضایتی سطحی و گذراست. در حالی که طبق خیشتن واقعی عمل کردن پیامدهای مثبت بسیار زیادی همراه دارد که پایدارتر هستند. پس بهتر است آنها طبق استعدادهای طبیعیشان رفتار کنند تا به بیشترین سطح خوشحالی و رضایت دست یابند. حل شد؟ اینجوریه. شما برای اینکه به بیشترین سطح رضایت برسی باید با اون خیشتن درون خودت ارتباط برقرار بکنی. اینجاست که من همیشه شما رو دعوت میکنم به مراقبه. اینجاست که به شما میگم برین اون فایل صوتی که تو پلی لیست مراقبه گذاشتم، مراقبه پذیرش و تعهد رو حتما گوش بدین. اونجا ارزش های شما هست، کاربرگ ارزش ها رو حتما تکمیل بکنید. تو این پلی لیست من در رابطه با ارزش ها صحبت کردم، حتما باید این رو چک بکنید. 2 تا کاربرگ داریم براش. اگه کاربرگش رو خواستین میتونین برای من توی واتساپ پیام بذارین تو شماره‌ای که براتون توی دیسکریپشن گذاشتم، براتون کاربرگا رو بفرستم. این تمرین‌ها رو باید انجام بدین. اگر تنهایی سختتونه با یک متخصص حتما در این حوزه صحبت بکنید. اگر هم خواستین با من صحبت بکنین میتونین تو واتساپ برای من پیام بذارین تا بهتون نوبت بدم. خب بریم جلو. اغلب بیمارانی که این طرحواره را دارن، تایید طلبی میگه دارن، نمیدونن که از زندگی چه چیزی میخوان. ببین همینه که ما میگیم برین ارزش ها رو بررسی بکنین که ببین چی از زندگیت میخوای، مقصود زندگی تو چیه، هدف زندگی تو چیه. آیا کمک کردن به فقراست؟ آیا اختراع یک چیزیه؟ آیا یک همسر خوب، یک خانواده خوبه که میخوای بسازی؟ چی میخوای بسازی؟ نقاشی میخوای بکشی؟ چه کار میخوای بکنی؟ خب اون چیه که از درون تو هی میجوشه، هی سر صدا میکنه، میگه بذار من بیام بیرون، بذار من بیام بیرون؟ اون چیه؟ باید اون بیاد و ساخته بشه. و من نباید بیام بگم که حالا چون 4 نفر ممکنه از این ویدیو خوششون نیاد من این ویدیو رو نسازم. خب این ویدیو خلقت منه، هنر منه، این عشق منه به این که بخوام قدم میبردارم برای کسایی که میخوان برای زندگیشون قدم میبردارن و این مانع رو از سر راهشون
تا جایی که میتونم بردارم، حداقل از ذهنشون، که آقا نیازی نیست حتما ایکس و ایگرگ و زد تو رو تایید بکنن تو بخوای قدم برداری در راستای تمایلات، انگیزه ها و استعدادهای اصلی خودت که همون خیشتن واقعی توه، نه اون خیشتن توهمی، اون خیشتن تحمیلی که بهت گفتن اگه اینا رو نداشته باشی آدم به در نخوری هستی، تو جمع ما جا نداری. بریم جلو. هدف درمان کمک به این بیماران است به این صورت که به جای جلب توجه و پذیرش جویی بیشتر هدفشان را به این سمت ببرند که کی هستند و از نظر درونی چه چیزهایی برای آنها واقعا ارزشمندند. میبینی؟ شما باید به یک خودشناسی برسی، یعنی ساعتها باید خودتو زیر نظر بگیری، ببینی که در درون چه پیام هایی میان، اون پیام ها رو بشینی بنویسی، با یک متخصص در اون رابطه صحبت بکنی و در راستای اونا گام برداری. این میشه شما به یک رضایت با کیفیت میرسی. آقا این رضایت، اینم رضایته. خب رضایت واقعی که از طریق حرکت کردن به سمت استعدادات باشه فرق میکنه با اون رضایتی که جلوی یک جایی هستی 1000 نفر میان برات دست میزنن به خاطر چیزی که تو دوستش نداری. بله پزشک شده ولی پزشک بودن رو دوست نداره، دارن براش دست میزنن، ولی تهش یک سیگاریه، تهش یک معتاده، تهش یه آدم حال خرابه. اینجوری نمیشه که. چه ارزشی داره من یک زن بسیار زیبا، یه شوهر بسیار زیبا داشته باشم که همه اونو تایید میکنن ولی من دوستش ندارم؟ آقا دوستش ندارم، نمیخوام دستش به من بخوره، نمیخوام باش رابطه داشته باشم، بیرون رفتم باش خوش نمیگذره، ولی همه میگن آفرین آفرین، عجب زنی، عجب شوهری. این چه حرکتی آخه؟ این بیماری تو فرهنگ ما هم هست، فقط فردی نیست. فرهنگ ما رو به این سمت متاسفانه برده، یعنی رفتارهای گله‌ای که ما داریم ما رو به این حالت در آورده. باید بکشیم بیرون از این کارا. بریم جلو. خب برای درمانش باید چه کار بکنیم؟ 3 حرکت میشه زد. ببینید اون قدری که شما لازمه بدونین تا همین حده. خب یکی اینکه بیای از لحاظ شناختی فکراتو بررسی بکنی، ببینی که چه افکاری امروز داری که برات مشکل ساز شده. 2 بیای از لحاظ تجربی ببینی که خب داستان زندگی من چیه، من از بچگی چه اتفاقاتی برام افتاده که این پدیده برای من پیش اومده. و 3 اینکه بیای یک سری آزمایش هایی بکنی و ببینی که با چه حرکت هایی میتونی این مرز رو بشکنی و یه مدت بری تو دل تایید نشدن ولی تو رضایت درونی. خب و دردناک خواهد بود. حالا در رابطه با تجربیات که من مفصل براتون ویدیو ساختم، مفصل، که من خودم چطوری چک کردم و پیشینمو در آوردم، گذشته تجربیاتمو در آوردم تا 10 سالگی، 10 سالگی تا 20 سالگی، 20 سالگی تا 30 سالگی مفصل گفتم. شما میتونین برین از ویدیوهای اول این پلیلیست الهام بگیرین. بعد در رابطه با چالش شناختی هم که مفصل به ترواره ها و اینها پرداختم، اینکه چطوری بیایم ارزش هامونم شناسایی بکنیم و چطوری براش قدم برداریم، اون درمان اکت هم مفصل گفتم و به رفتاری هم رسیدیم. این جلسه یه خلاصه توی این چند دقیقه در رابطه با این 3 تا بحثی که تو ترواره درمانی هست، میگن از لحاظ شناختی، تجربی و رفتاری بیا بررسی بکن، خیلی خلاصه این رو میگیم و این جلسه رو میبندیم. بریم سراغ تجربی، شناختی. خب میگه ببین خیلی مهمه که بیمار خیشتن واقعی خودش رو بیان بکنه، نه اینکه به دنبال جلب توجه دیگران باشه. دیگه چه میتوان کرد؟ خب امروز ما توی یک جلسه ای بودیم، جلسه مثلا میشه گفت ساختمون و اینجور حرفا. بعد به هر حال اون افراد اونجا بودن و 1 ساعتی مثلا اونجا بودن، داشتن با هم دیگه صحبت میکردن. بعد من 20 دقیقه آخر رو رسیدم، یعنی 20 دقیقه رسیدم. بعد
از دقیقه 40 تا دقیقه 60. بعد من گفتم خب من دیگه نمیتونم، باید برم، کار دارم و اینا. بعد گفتم که خب من به هر حال مدیر ساختمانمون قبول دارم و هر چیشون میگن درسته. گفتن از لحاظ مالی مشکل نه. گفتم آقا من همیشه دارم پول رو پرداخت میکنم، دیگه چی میگی، دیگه قبضا هستی. گفت باشه دست شما در نکنه، کارتون درست و اینا. گفتم آقا نگاه کن، من از لحاظ مالی مشکل ندارم، پول رو پرداخت میکنم، ولی زمان ندارم. خب من نمیتونم بیام زمان بذارم کارهای ساختمون رسیدگی بکنم. بعد حالا نمیدونم، یه عده ناراحت شدن، یه عده واکنش نشون ندادن. خب به من چه ربطی داره تو ناراحت میشی؟ ناراحت بشو، من وقت این کار رو ندارم. برای چی باید وقتی که من وقت ندارم بیام بگم من وقت دارم، به خودم زور بگم بیا اینجا واسطا؟ خلاصه 20 دقیقه واسطادم، خداحافظ. من اومدم، اونا 40 دقیقه دیگه واسطادن اونجا با هم دیگه بحث کردن، بحث هایی که هیچ فایده ای نداره. ولی یه چیز جالب بگم، یکی از افرادی که اونجا بود زرنگ بود. من که اومدم اونم پشت سر من اومد، اون از من زرنگتر بود، خودشو تغییر نکرد، بودو اومد بالا. یعنی اصلا گوه این آقا که داره میره، منم یکم کار دارم، خداحافظ. خب یعنی اصلا بحثم نکرد. خب عملا ابراز کرد خودشو. اون به نظر من کارش از من هم خیلی بهتر بود. خب راهو پیدا کرد، سریع رفت بر اساسش اقدام. این درسته، اینو حواستون باشه. خب پس دیگه دنبال تایید دیگران نباشین. منو تایید بکنن که من مثلا احساس رضایت بکنم. من دیگه ترجیح میدم یکم ناراحت بشم، حال خراب بشم، ولی رضایت درونی باشه، بر اساس اون پیام اصلی درونم زندگی بکنم. یکم هم حالا بقیه ناراحت میشن دیگه، چیکار بکنم؟ من که شغل من راضی کردن همه آدمای کره زمین نیست. خیلی ببخشید، خیلی دوست داشتم شغلم این باشه، ولی نیست، از توانم خارج. بریم جلو. اما وقتی این تمایل به میگه طبیعی است که انسان به دنبال جلب توجه و پذیرش از سوی هم نوعان خود باشد، اما وقتی این تمایل حالت افراطی به خود بگیرد ناکارآمد می شود. ببینید زمانی که شما میای افراطی میری، مثلا توی اون جلسه بودن، من میشناسم اونا رو، وای میستن 1.5 ساعت اضافه تر هم حرف میزنن. آخه که چی آخه؟ خب یا مثلا یه آقایی بود، مثلا قدیما من میشناختمش، همش میگم من میخوام مدیر بشم، اما بیا مدیر شد. اون مدیر شد، دید نه بابا من نمیتونم. خب همه میگن که بیا مثلا این کارو بکن، اون کارو بکن، کشید بیرون. یه جای دیگه بود یکی اومد مدیر شد، اینقدر اون تایید شدن و اون تشویق شدن رو دوست داشت، شده بود برده اونا. خب برای چی آخه؟ خب تو اومدی اینجا مدیر ساختمون شد، پول میگیری، چی به دست میاری؟ من نمیفهمم. ولی خب یه بارم میبینی میخوای عشق بدی، وقتت آزاده، مثلا پول کافی داری و میخوای محبت بکنی، اون خب بسش فرق میکنه. شناخت این مرزها مهمه، اون خیشتن واقعی مهمه. باید ببینیم اون انگیزه چیه، انگیزه درونتون رو بشناسین. ببین ترواره داره انگیزه رو بهت میده، انسان دوستی داره اون انگیزه رو میده. خیلی فریبکاره ها، ببین این ترواره ها خیلی فریبکارن، حواستون باشه. واسه همینی که میگیم روان درمانگر لازمه. خب چه باید کرد در این شرایط؟ میگه این افراد باید بیان مزایا و معایب تروارشون رو بررسی بکنن. یعنی ببین این ترواره میگه که واسطا مثلا مدیر ساختمون باشه، واسطا مثلا تو بشو بیا مثلا به بقیه کمک کن، واسطا مثلا پول بیشتری خرج کن، توی یک جمعی رفتی مثلا برای خودت یه لباسی میخوای بخری که مثلا با 5 میلیون هم میشه، برو با 50 میلیون بخر. خب بعد حالا بدهکارم شدی اشکال نداره، ولی اون تاییده رو بگیری. یه سود و زیان باید بکنی، ببینی این رفتاری که این میگه انجام بده، این نیتی که این میگه انجام بده، سود و زیانش چیه. یعنی در نهایت باید برگردیم به عقل و منطقمون و هر رفتاری که ما میکنیم اگر سود و زیان شده باشه و با منطق و عقلمون سود و زیانش رو سنجیده باشیم، خیلی مسائل حله، این ترواره خنثی میشه. آنها مزایب و معایب این که طبق خیشتن واقعیشان عمل کنند
یا بر جلب توجه دیگران متمرکز باشند را سبک سنگین می کنند. از این راه بیماران می توانند به این تصمیم برسند که علیه ترواره خود مبارزه بکنند یا نکنند. یعنی ببین میای حساب میکنی، میگی که آقا اگه من اون کاری که واقعا میخوام انجام بدم چه سود و زیانی داره، اگر بیام مطابق ترواره عمل کنم چه سود و زیانی داره. خب من اگه مطابق ترواره عمل بکنم باید 1.5 ساعت اونجا بمونم تا اون افراد چیکار بکنن، صحبتاشونو بکنن، وقت منو تلف کنن، مغز منو داغون بکنن. این میشه ترواره. بیام بر اساس خویشتن واقعی عمل بکنم، 4 نفر ناراضی میشن، بهتر یکم هم اعصاب خودم به هم میریزه، دلم میگه چرا مثلا 4 نفر ناراحت کردید، به درک که ناراحت شد. حالا میره زندگیشو میکنه خوش و خرم، با اون یک کلمه حرف من چه ناراحتی بخواد داشته باشه، اگرم داره مشکل خودشه. پس سود و زیان میکنیم، سود زیان تصمیم، سود زیان تصمیم. اینجوریه که ترواره ها خنثی میشن. باید در رابطه با تک تک رفتارهای تکرار شونده ای که اون ترواره پیشنهاد میده سود و زیان بکنیم. خب بریم جلو. خب میدونیم دیگه، اگه یکی بخواد بره توی این بازی که آره من اونجا بمونم و اینا، هی میبینی این 1 ساعت و نیم ها تو زندگی میاد و میره و دیگه زندگی تو از بین میره. یک زحمتی بکشین. شما حتما توی کامنت یا توی کاغذ و دفترچه شخصیتون بنویسین این ترواره کجاها داره به شما ضربه میزنه، کجاها برای شما مشکل ایجاد کرده، چه هزینه هایی دادین، که اینجوری به اون خودآگاهی میرسین. خود واقعیتون رو میتونین از این خود توهمیه، از این خود تحمیلی که جامعه برای شما ساخته بکشین بیرون. خیلی باید رو احساساتتون تمرکز بکنید، توجه داشته باشین تا اینا رو بتونین تشخیص بدین. رو افکارتون به افکارتون نگاه کنید، بیانشون کنید، تشخیص‌های عقلانی و منطقی بدین و میتونین مشورت بکنین. اینا خیلی کمک میکنه که بتونین خود واقعی اصلی خودتون رو شناسایی بکنین و بر اساس این خود واقعیتون عمل بکنین، نه بر اساس اون چیزی که جامعه به شما گفته خوبه، درسته و عیبه، بده، زشته. اینا خطرناکه. تا جایی که ببین به خودت ضربه نمیزنی، به دیگری ضربه جدی نمیزنی و داری طبق ارزش‌های خودت پیش میری، باید پیش بری. خب این که یک نفر به خاطر کاری که هدف و تصمیم من که هیچ ربطی به اون نداره آسیب میبینه، ضربه میبینه، ضربه شخصی میبینه، به من ربطی نداره. من میرم موفق میشم، خب پول زیاد در میارم، هزاران نفر درد میکشن، این به من ربطی نداره. این که ولی یک نفر من برم بهش حرف زشتی بزنم، توهینی بکنم، تحقیری بکنم، بزنم تو سرش، مالشو بردارم، این نه، این کارا رو نباید بکنم، این غیر انسانی، غیر اخلاقیه. ولی این که من توی زندگی خودم چه تصمیمی میخوام برای خودم بگیرم، کجا باشم کجا نباشم، به کی محبت کنم به کی نکنم، چه شغلی برم چه رشته‌ای برم، این دیگه کاملا به خودم مربوطه و باید با سود و زیان خودم سنجیده بشه. و اگر من تو این موارد دیگه برم دنبال جلب توجه دیگران، تهش یه حس پوچی، بدبختی و بیچارگی دارم و به رضایت درونی و شادکامی نمیرسم. دیگه علمیه که ما به دست آوردیم در روانشناسی و داریم به شما هدیه میدیم. میخواین اینو استفاده کنین یا میخواین استفاده نکنین، به خودتون مربوطه. خب این از راهکارهای شناختی. از راهکارهای تجربی بگی باید بگردیم دیگه، بریم توی کودکیمون ببینیم که کجا ما این رو یاد گرفتیم، این ذهنیت از کجا اومده، کجاها بوده که من مجبور بودم مثلا یه جایی بشینم که دوست ندارم، یک حرفی رو بزنم که نمیخوام بزنم، به یک کسی بله بگم که نباید میگفتم، یک مراسمی رو شرکت بکنم که دلم نمیخواست بکنم، دوست نداشتم بکنم، با ارزش‌های من هماهنگ نبوده. تو اون لحظات حساس چه فکرهایی اومد تو ذهنم، چه باورهایی اومد که منو متقاعد کرد که برای اینکه بقا داشته باشم، برای اینکه نیازم حفظ بشه، مجبورم تم بدم به اینکه کاری رو بکنم که خودم دوست ندارم تا رضایت دیگری جلب بشه. ببین ما که بچه هستیم دیگه، پدر مادر ما اگر از ما راضی نباشن حس خیلی بدی داره، چون بقای ما به این ربط داره. برای همین ما اکثرا ضربه میخوریم از اینجا، مگر اینکه اون پدر مادر خیلی با
کمالات باشه، خیلی آگاه باشه، خیلی دانا باشه. و ما هم یک بیماری به هر حال، حالا چی بگیم، بیماری هم کلمه‌شو نگیم، یه چیزی که هست اینه که پدر مادر رو مقدس میکنیم. پدر مادر خیلی خوبه، خیر بچه‌شو میخواد، ولی مقدس نیست، خطاکاره. پدر مادر بی خطا نداریم. من باید خطاهای پدر مادر خودم رو شناسایی بکنم، نه اینکه اینو شناسایی کنم برم بزنم بگم تو این کارو کردی، تو این کارو کردی، تو این کارو کردی. نه، این نه. ولی باید شناسایی بکنم، خودم تکرار نکنم اونا رو در رابطه با خودم و در آینده هم با بچه‌م اونو تکرار نکنم. این شد از راهکارهای تجربی که باید بگردیم پیشینه زندگیمون رو پیدا بکنیم، ببینیم که چه اتفاقی تو تاریخچه زندگیمون افتاده که ما اینطوری شدیم، چه شد که اینطوری شدیم. حل بعدی. بعد دیگه باید بیایم یه سری آزمایش‌های رفتاری بکنیم. خب یعنی یک جایی بریم که مثلا اون ته دلت میگه که خب حالا مثلا یه بارم بذار تو رو تایید نکنن ببینیم چی شد، ببینیم چی میشه. الان مثلا من مطابق میل خودم رفتار کردم. خب 20 دقیقه نیم ساعت واسطادم توی اون جلسه ای که بیخود 1 ساعت و 40 دقیقه طول کشیده و اومدم بیرون. خب و حالا 4 نفرم منو تایید نکردن. راستشو بگم یکم حالم خراب شد، ولی ته دلم حالم خوبه. یعنی یه جور رضایتی رو با یه جور رضایت دیگه جایگزین کردم. گفتم آقا تو رو نمیخوام، برو، من این رضایت رو نمیخوام. میدونم تایید شدن هنگه همه بگن به به عجب آقای خوب و با کلاسیه، مثلا چقدر هوای مورد داره، مثلا ما رو دوست داره و اینا، آدم خوبیه. من اینو گذاشتم کنار. آقا نمیخوام. من الان زمانمو میخوام بذارم برای فالوورای خودم. من الان زمانمو میخوام بذارم برای کسایی که از من کمک درمانی میخوان. این شغل منه، رسالت من اینه. من میخوام وقتی که مردم روی قبر من بنویسن که کسی که اینجا زندگی کرد به آدما کمک کرد که سلامت روان داشته باشن. نمیخوام برای من بنویسن کسی بود که همسایه هاش اینو دوست داشتن. نمیخوام همچین چیزی رو. ارزش منه دیگه. اصلا من آدم بد. میدونی این یه درجه عرفانی ها. حالا هرچند ما تو علم دنبال اون کلمه عرفان نیستیم، خوشمون نمیاد، ولی اگه عرفان رو شناخت بدونیم، آگاهی بدونیم و پیشروی شخصیتی بدونیم، این یک پیشرویه که میذاری کنار، میگی نمیخوام. بله لذت بخشه ولی من نمیخوام، برای من مناسب نیست که تایید شما رو داشته باشم. مرسی، من تمایلی به تایید شما ندارم. میخوام تایید خودم رو داشته باشم. تا جایی که، تکرار میکنم، تا جایی که به کسی صدمه نزنم، من آزادم کاری رو انجام بدم که دلم میخواد. خب بریم جلو. میگه باید یکم تحمل بکنی. خب شما اگه یک عمر از این اون رفتی، این حس مثبت رو گرفتی، باید یکم تحمل بکنی و اون رضایت سالم درونی رو بیای جایگزین اون رضایت سطحی و کم کیفیت بکنی. تمام مثل غذاست. خب یه نفر میبینی یه عمر فست فود خورده، عادت داره دیگه، تا حالا بیاد این غذای سالم خوردن و گیاهخواری و میوه‌خواری و مثلا اون غذاهای کم چربتر رو بهش عادت بکنه، سخت میشه. خب بر همین اساس باید قبول بکنه دیگه. آقا الان تو کبد چرب داری، الان تو قلبت دیگه آسیب دیده، خیلی دیگه چربی خونت رفته بالا، تو الان دیگه باید رعایت بکنی. شما هم الان همینجوری، شما دیگه این ترواره زده شما رو افسرده کرده، مضطرب کرده، پرخاشگر کرده، روابط خانوادگیتون رو به هم زده. دیگه چاره ای نداره، یه مدت باید رژیم بگیری. خب و درد داره عزیز من، درمان درد داره، ولی دردی که تهش یک رضایت خیلی با کیفیته. یعنی یه سالم زیستن، یه شادکامی تهش هست که من الان مثلا این ویدیو رو بیام بزنم، تهش حس فوق العاده خوبی به من دست میده. در حالی که اگه میرفتم اونجا 2 ساعت میموندم این ویدیو رو نمیزدم، شب حال من خراب بود. چرا رفتی اونجا واسطادی در صورتی که جز ارزش‌های واقعی تو نبوده؟ تو جلسه شرکت کردی که به زندگی تو هیچ ربطی نداره، 20 دقیقه هم زیادشون بود. گرفتی چی شد؟ مثال واقعی ها، واقعی میگم که واقعا متوجه بشین. بگردین تو زندگی خودتون، ببینین که کجاها توی زندگی بر اساس خیشتن واقعی خودتون عمل نکردین. همین. و سعی کنیم دفعه بعد دیگه اون کار رو نکنیم و دنبال اون تایید بیفایده و بیسوده نریم. ترجیحاً بریم دنبال اون تاییدی که از درون ما میاد و سود بیشتری داره
مثال عینیش هم براتون زدم که این جلسه که جلسه ساختمون بود و یک جلسه ای که میتونست خیلی کوتاه برگزار بشه، اونا داشتن بد برگزار میکردن و من 20 دقیقه کشیدم بیرون، 1 ساعت و 40 دقیقه نموندم. حالا یکم هم 4 نفر از من ناراحت هم بشن. ولی اینم به شما بگم اگه کلا تو اون جلسه هم شرکت نکنی، این هم چیه؟ یه جور ناراحت کننده است دیگه، یه جور بی احترامیه دیگه. ولی اینکه بری اونجا بگی خب تا این حد قبول دارم، تا این حد قبول ندارم، خداحافظ، یک جورایی هم شما بردی هم اونا بردن. پس در نتیجه ما چیزی که میخوایم رابطه برده. خب برد باخت نباشه دیگه، نه اینکه مثلا اونا ببرن حالشون خوب باشه من حالم خراب باشه. این نباید باشه. اینجوری هم نباشه که من حالم خوب باشه بزنم حال همه اونا رو خراب بکنم. اینم غلطه. پس من باید برنده باشم، اونا هم باید برنده باشن. حالا دیگه مشکل اونا حل شده، مشکل منم حل شده، دیگه چه نیازیه که من بمونم 1 ساعت و نیم دیگه هم اونجا صحبت بکنم، وقت خودم رو تلف کنم و انرژی خودم رو تلف بکنم به خاطر یه چیزی که فایده نداره. شما باید بگردین ببینین که کجاهای زندگیتون اینجوریه. توی ازدواجتون اینجوریه، جون میکنی برای اینکه اون طرف رضایتش رو جلب کنی، یه مدت نکن ببین چی میشه، ولی رابطه برد بمونه. توی رابطه خانوادگی، تو رابطه شغلی، کجاها بیش از حد سرویس میدی به مشتری؟ حواست باشه. کجاها داری اضافه کاری میکنی؟ اضافه کاری که سود نداره. اینا رو باید چک بکنیم ببینیم که تهش دنبال چی هستیم. اگه تایید طلبی اضافیه و میتونیم اون رو نداشته باشیم، نکنیم ولو اینکه درد هم بکشیم، حال خرابی هم یکم داشته باشیم، ولی بر اساس تمایلات واقعیمون پیش بریم، بر اساس اون چیزی که واقعا دوست داریم پیش بریم. خب جلسه 27 هم به پایان رسید. امیدوارم که ازش استفاده کرده باشین. هر تجربه‌ای داشتین که فکر کردین به بقیه میتونه کمک کنه برای من کامنت بکنید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگر خواستین با من مشاوره خصوصی داشته باشین، فقط کافیه به شماره‌ای که تو دیسکریپشن گذاشتم پیام بدین و درخواست کنین که براتون یه نوبت رزرو بکنم. روزگار خوش، ایام بکام، خدا نگهدار.